دوستان عزیز، مخلصان کلام بدی، السلام علیکم. برنامه نوبتی شکریستان را آغاز میکنیم و این برنامه به 700 سالگی شاعری توانای تاجیک شیخ کمال خوجندی بخشیده می شود و چون که شما میدانید هر دفعه ما در این برنامه یک غزل را از اشعار کمال خوجندی شرح و توضیح میدیم، ولی این دفعه ما خواستیم در برنامه شکریستان یک صحبتی داشته باشیم با بهرام جان رحمتزاد، با دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز علمی کمال خوجندی در مورد کارهایی که امروز بخشیده به جشن 700 سالگی این شاعری توانا روی کار میاند. خب بهرام جان، من شما رو به برنامه نوبتی شکریستان خیر مقدم میگویم و من میدانم که امروز شما و همکاران شما کارهای زیادی را به انجام رساندید در مورد تحقیق زندگی و روزگاری آثار کمال خوجندی، در مورد تحقیق آثار کمال خوجندی و بنابراین من در آغاز برنامه شما رو مانده نباشید میگویم. تشکر استاد. مانده نباشید و فکر میکنم و همیشگی تمنا میکنم که هم برکتی کارتون خداوندیت هم کارتون پیشرو باشد، زیرا کاری که امروز مرکز شما به انجام میرسانده ایستاده است و در برابر شما بسیاری از مؤسسات تعلیمی و علمی این کار ادامه داده ایستادند در مورد شناخت کمال خوجندی. واقعا کار ارزنده است، کار شایسته است. خب من میخواستم از شما پرسان شوم که در عرفه جشن 700 سالگی کمال خوجندی کدام برگ‌های سبز امروز به دست خوانندگان، به دست مخلصان کمال خوجندی رسید که توسط برنامه ما میتوانیم آن را برای بینندگان معرفی کنیم؟ تشکر استاد. در آغاز من از شما و کلی عزیزان و دوستداران شعر و ادب و فرهنگ ملی تاجیکی که به پاس داشت و گرامی داشتی 700 سالگی شیخ کمال خوجندی زحمت های زیاد میکشند تشکر میگویم و چون که شما استاد قید نمودید در مرکز علمی کمال خوجندی بسیار کارهای تحقیقی و زمینه های تحقیق های آینده گذاشته شده ایستاده است و نمونه بسیار خوب این زمینه ها روی کار آمدن دیوان تازه نشر کمال که الان در دست چاپ است با سرپرستی رئیس محترم ولایت سوخت رجب احمدزاده نشر شده ایستاده است و ترجمه اشعار کمال خوجندی به 8 زبان و بسیار کاری بسیار ماندگار و خوبی مکتب کمال خوجندی که حاوی اشعار جوابیه شاعران در مورد کمال خوجندی است، به اشعار کمال خوجندی است. تقریبا 200 شاعری پیروی کمال خوجندی و شاعرانی که در باره کمال خوجندی شعر گفتند در یک مجلد جمع آورده است و مکتب کمال می باشد در اصول ردائف الاشعارهای عنعنوی ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک و عرض کنم که با هیئت مشاوره بسیار پرنفوذ مؤسسه دولتی مرکز علمی کمال خوجندی البته با رابطه با دیگر مؤسسه های تعلیمی و علمی کشور یک سلسله بسیار خوبی را برای همان که از 10 جلد و 20 کتاب عبارت خواهد بود و امروز من میخواهم در مورد جلد اول و دوم این کتاب صحبت نماییم که از سلسله کتاب های کمال شناسی است. نام همین سلسله کتاب های کمال شناسی. این سلسله فراگیری هم تحقیقات پیشین هم نکته های بسیار ظریف که گذشته ها در ضمن تحقیقات خود درباره کمال خوجندی گفتند حاوی همین نکته ها هم می باشد و هم حاوی تحقیقات جدید خواهد بود که در جلد های آینده به نشر خواهند رسید. در دوام 5 ساله آینده همین 10 جلد و 20 کتاب به موضوع های گوناگون، مثلا جلد اول اگر کمال در آینه تذکره ها باشد
جلد دوم کمال در آینه پژوهش باشد. جلد چهارم تحقیقات زبانشناسی کمال خوجندی است. نامش کمال استاد بزرگ زبان. جلد سوم کتابنامه کتاب شناسی کمال خوجندی. جلد پنجم که نقشه هاش ما طرح ریزی کرده ایستادیم، با استادان زیاد همکاری می‌نماییم. شما هم البته در آن هیئت شامل هستید. مسئله های متن شناسی کمال خوجندی خواهد بود که تقریبا از 5 کتاب عبارت خواهد. مثلا جلد دوم کمال در آینه پژوهش از 3 کتاب در حجم 1500 صحیفه طرح ریزی شده است که کتاب اول آن نشر شد. هزار تشکر. و من میبینم که امروز شما 2 کتاب همراه خودتان آوردید، یعنی جلد یکم و دومی از سلسله کتاب‌های کمال شناسی اینجا است. یکی کمال در آینه تذکره ها و دیگری کمال در آینه پژوهش. من میخواستم مختصر باشد هم درباره همین کتاب ها یک معلومات میدادید، آنچه که امروز دسترسی خوانندگان شد. تشکر استاد. کتاب کمال در آینه تذکره ها البته کتاب جامع نیست. ما کوشش کردیم که مهمترین سرچشمه های ادبی و علمی کلاسیکی فارس و تاجیک را که در مورد کمال خوجندی اشاره ها دارند به یگان نکته اشعار او اشاره کردند، مثلا به شهرت کمال خوجندی اشاره کردند. ما کوشش کردیم که تمام این سرچشمه ها را در یک مجلد جمع آوریم تا برای محققان اگر سوال در مورد زندگی نامه کمال، شهرت کمال، مثلا مقام کمال در ادبیات یا مثلا آثار او نظری گذشتگان با آثار او باشد، در همین جلد تمام نیازهای خودشان را برآورده گردانند. کمال در آینه تذکره ها از متن 77 سرچشمه عبارت می باشد که بار اول در آن از دیباچه دیوان خود کمال خوجندی آغاز می شود تا سرچشمه های تا تذکره های معاصر ما، تا نمونه ادبیات تاجیکی استاد عینی و غیره و هاکذا. 77 سرچشمه مهمترین جمع آوری کرده است. در این کتاب بار اول مثلا دیباچه کامل کمال خوجندی از روی 4 نسخه خطی موجود تهیه و با نسخه بدل ها نشر شده است. یکی از اهمیت های مثلا همین کتاب در آن است که دیباچه دیوان کمال خوجندی بار اول به طور پره معرفی شده است. در معرفی که از سال 1996 از جانب استاد سعدالله اسدالله کمال شناسی بسیار ممتاز ما، یا مثلا استادی روانشاد استاد عبدالمنان نصرالدین، یا مثلا در مقدمه کمال شناسی که در تهیه خود مرکز بود سال 2015، این دیباچه به طور ناقص معرفی شده است، زیرا که نسخه آستان قدسی رضوی که اساساً همه ما هم محققان پیشین و هم ما از آن استفاده کردیم از نسخه ناقص است، ورقاش در هم برهمی دارد. ما در اساس 3 دیباچه دیگر که یکی در نسخه پاکستان، یکی در نسخه ترکیه و یکی در از مقدمه ایرجی گلی سرخی از نسخه شهید مطهری برقرار شد، با نسخه بدل ها و متن کامل آن را برقرار و نشر نمودیم. نکته دیگر این که در مورد کمال خوجندی بسیار نکات ظریف و عجیبی هست. مثلا در کتاب صفوت الصفای اسماعیل ابن توکل که در این کتاب کمال در آینه تذکره ها معرفی می شود، استاد که هنوز سال 1365 می نویسد که و آن بزرگوار کمال خوجندی گوید و در چند مورد اشاره می کند در تبریز انشا شده است. یعنی از این نکته برمی آید که هنوز در سال 1365 اشعار کمال خوجندی بسیار شهرت داشته است و 30 سال قبل از آن که دیوان او مدون شود در مثلا بین خاص و عام از شهرتی بسیار عجیب و وافر برخوردار بوده است که محققان جغرافیدان از اشعار کمال خوجندی در کتاب خودشان استفاده کردند. یا مثلا همون نکته بسیار عجیبی هم در مورد باغچه کمال خوجندی در تبریز که با سندی که ما از کتاب دستورالکاتب فی تعیین المراتب پیدا نمودیم، یک سند بسیار عجیب پیدا شد که شیخ کمال خوجندی را حاکمیت وقت تبریز از دادن باج ابدالآباد از باغ اون کس مثلا آزاد میکنند. یعنی که این هم نکته بسیار عجیب پیگیری می نماید و نشان می دهد که شیخ کمال خوجندی در تبریز هم در بین خواص و هم در بین عام بسیار شهرتمند بودند. خب من میخوام اینجا یک نکته رو ذکر کنم.
که البته با ابتکار و تشبس و دستور اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و همچنین در زمینه قرار یونسکو این جشن قید کرده می شود. این سنه واقعا بزرگ قید کرده می شود و ما امروز می بینیم که در قلمرو ولایت هم گذشته از مثلا مؤسسه شما بسیار کارهای جالب روی کار آمده است. مثلا در یک جلسه خودشون محترم رئیس ولایت رجب احمدزاده دستور و سپارش دادند که اوید به ترغیب همه جانبه کمال و دیوان کمال، اشعار کمال. و امروز ما میبینیم که واقعا هم شهر خوجند یک شعرباران شده است. شعرباران شده. هر جا ما چهره سیمای کمال خوجندی میبینیم و گذشته از این امروز مثلا در تلویزیون ولایت هم چندین برنامه، همین برنامه ما هم زیر چی سرپرستی خودی رئیس ولایت صورت میگیرد و یک برنامه دیگر با نام شکرخانه کمال که اون هم یک برنامه خوب است. و یک جالب هم این است که امروز بعضی از هنرمندان ما، سرایندگان ما روی به اشعار کمال آوردند و سلسله زیادی سرودها با آهنگ‌های تازه روی کار آمده ایستاده است که این هم سبب می شود که ما از اون شعرهای متنهای پست دست کشیم و سرایندگان ما واقعا سرودهای خوب و سرودهای پرمضمون خوانم. هدف این حرفای من چه است؟ هدف این حرفای من این است که ان همین یک قرار، ان همین یک توجه امروز امکان داد که ما به کمال رجوع کنیم و کمال رو همچون شاعر بزرگی تاجیک معرفی کرده باشیم. خزان جان ها رواد بر باد سرها زیری پا افتاد خزان جان ها رواد بر باد سرها زیری پا افتاد رقیبی بی هنر تا چند از حد آنی هم بیرون مبادا دامنی دولت که در دستی گدا افتاد مبادا دامنی دولت که در دستی گدا افتاد بچینی زلفت گفتم حدیثی نوش معذورم پریشان گوی را اکثر سخنهایی خطا افتاد
هنوز عطاشی ها افتاد میگفت از چشم خون افشان هنوز عطاشی ها افتاد خب اینجا که شما درباره کمال صحبت کرده ایستادید، درباره اون دستاوردهای خودی مؤسس صحبت کرده ایستادید، با اندیشه شما انا همین جشن 700 سالگی کمال خوجندی در یک مرحله تازه در مورد تحقیق کمال خوجندی روزگارش آثارش روی کار آورد، چی دستاوردهایی را برای ما مهیا میکند که اون واقعا هم جدید است، نو است و اون میتواند یک تکانی جدیه حتی در تاریخ ادبیاتی ما، در تاریخ ادبیاتی فارس و تاجیک گذاشته تواند. تشکر استاد. و ضمناً یک نکته بسیار خوب شما در این بحث خود اشاره کردید که یک تصمیم بسیار عالی جنابی که از طرف جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت صورت گرفت در مورد کمال خوجندی که پیشتر در مورد عبدالرحمن جامی و مولانا و استاد رودکی و امیر سید علی همدانی و دیگر بزرگان این ملت ما صورت گرفته بود. ضمناً یک تکان جدی در مورد شناخت شخصیت، اندیشه، آرا و مقام این شخصیت ها برای مثلا ملت ما، برای محققان ما، برای ادبیات شناسان ما، زبان شناسان ما، فیلسوفان ما، تاریخ نگاران ما البته فراهم می آورد. منظور من چی است؟ مثلا اگر ما در همین جلد دومی کتاب سلسله کتاب های کمال شناسی، کمال در آینه پژوهش، اگر یک نظری ساده کنیم از چند قسمت عبارت است استاد؟ ببینید، کمال شناسی در کمال در از دید خاورشناسان، کمال مثلا از دید محققان تاجیکی با مقاله بسیار خوب و ماندنی استاد صدرالدین عینی که با نام تأثرات است آغاز می شود که هنوز سال 1917 انشا شده است، یا مثلا مقاله بسیار خوب استاد عینی است که هنوز سال 1940 در روزنامه استخانوفچی چی است نشر شده است. این کمال شناسی ما اساس گذاشته شد، کمال شناسی تاجیک. اما در اروپا استاد کمال شناسی خیلی پیشتر از این رواج یافته بود. مثلا هنوز در عصر 17 دربلا نام مستشرق فرانسوی 5 غزل کمال خوجندی رو به زبان فرانسوی ترجمه می کند و در کتاب خود با نام کتابخانه های شرق جام می دهد و معلومات مختصری در مورد زندگی کمال خوجندی می آورد که با همین چی است کمال شناسی در اروپا اساس گذاشته میشه. یک نکته بسیار عجیبه، بسیار مسئله هایی هستند که در نظر مثلا ساده میتابند که من در مورد کتابی کمال در آینه تذکره ها هم اشاره ها کردم، اما از نکته هایی که ما پاره و ریزه در تحقیقات گذشته جمع میکنیم و به بهانه جشن کمال خوجندی آن کارکردی دوباره مییابد، روی نشر میبیاید و دسترسی محققان و ادب دوستان میشود، نکته
نکته‌های بسیار عالی‌جناب است که دیدی محققان را، شناخت محققان را در مورد کمال خوجندی، در مورد مقام او، در مورد شعر او مثلا کاملا دیگر میکند. مثلا من در فرهنگی یکی از نخستین فرهنگ‌های فارسی به لاتینی که هنوز سال 1845 یا 46 انشا شده است، به حیث شاهد چندین بیت کمال خوجندی پیدا کردم. مثلا این هم بسیار یک نکته عجیب است که آرتور چی است؟ آرتور فورکس همین خیلی به فکرم اگر غلط نکنم با همین نام یک مستشرق فرهنگ لاتینی به فارسی ترتیب میدهد. خودش مستشرق است، انگلیسی زبان است، ولی از به حیث مثال در چند مورد از شعر کمال خوجندی، از سعدی، از مولانا، از رودکی و دقیقی و فردوسی میبره، از دیگر شاعر. یعنی ببینید مقام کمال خوجندی در مثلا عالم اروپا به چی منزلت بوده است. یا مثلا در نامه های استاد صدرالدین عینی به استاد ترسونزاده یا در نامه های خود استاد ترسونزاده که یک بخش کتاب کمال در آینه پژوهش هم در همین کتاب نشر شده است، بسیار نکته های عجیب است. مثلا در موردی که بولدریف در سرسخنی شرقشناسی معروف بولدریف در سرسخنی حافظ که سال 1940 نشر شده است، کمال خوجندی اساسگذار ادبیات تاتارها گفتند. تاتارهایی که در دشت قیپچاق در همون موضع در شهر سرای بود و کمال چندین سال در آنجا زندگی کرد گفتند و واکنش استاد عینی و ترسونزاده و دیگر بزرگان ما در این مورد. از بس که استاد یک نکته های بسیار ظریف هستی در اینجا، از بس که در سرچشمه های کهن در بسیار تاریخنامه ها تذکره ها می نویسند که محض توسط کمال خوجندی در سرای در پایتخت دولتی آلتین ارده که تختمش خان یعنی چی بود؟ پادشاه آن بود. محض توسط کمال خوجندی ادبیات، شعر، فرهنگ و عرفان رشدی بسیار عالی جناب میکند که 11 سال کمال خوجندی در سرای چی میکنن؟ مقیم بودن. شاید من مثلا در اینجا یک نکته دیگر اشاره کردنی هستم که شاید منظوری بولدریف در اینجا آن نبود که ادبیات رو به این زبان کمال خوجندی اساس گذاشت، بلکه آن بود که ادبیات همین قریم تاتارها محض توسط شخصیت های چون کمال خوجندی در سرای شکل گرفتن و من بعد به زبان دیگر گرایش یافتن. چون مثلا ادبیات عرب زبان عصرهای مثلا 8 و 9 محض توسط فارس ها شکل گرفتن و در همون شکلی که بود به زبان عربی فقط در دیگر دوره ها ادامه یافت. یعنی که شاید که منظور بولدریف این بود، ولی از بس که در اون سالهای 40-50 تقسیماتی مثلا خلقیت ها بود، یعنی یک واکنشی بسیار جدی و سخت از جانب محققان ما، ادبیات شناسان ما، استادان بزرگ گذشته ما یافت. و من بعد که بولدریف در مکتوب‌های خودشان که در این کتاب نشر میشد به استاد بدرالدین مقصودوف و دیگرها گفتند که من چنین سخن نگفتم، یعنی از سخن خودشان از آن دعوایی که کرده بودند گشتن، یعنی به سبب این واکنششون. نکته های بسیار ظریف دیگر هم هست که توسط این جشن مثلا در شکلی مثلا ببینید، تازه شما بسیار اشاره خوب کردید، تمام مؤسسه های تعلیمی ولایت، تمام مؤسسه های علمی ولایت امروز کوشش دارند که پا به پای جشن قدم گذارند و از خود یک سهم هم در این جشن گذارند. کتاب های بسیار عجیب هم نشر کرده ایستادن، از مجموعه مقاله ها گرفته تا دیوان های عمومی شاعر و غیره و هاکذا. بله البته این یک مرحله بسیار مستحکمی که هست برای تحقیقات آینده، برای کشادن راه و روش های نو کمال شناسی در ادبیات شناسی ما، در تاریخ شناسی ما، در زبان شناسی ما و عرفان و فلسفه ما خواهد گذاشت. تشکر بسیار. من همین در مورد معرفتی کمال و شهرت جهانی داشتن کمال خوجندی میخوام یک نکته اینجا ذکر کنم، مخصوصا مقام و منزلت کمال خوجندی در آثار خطی شبه قاره هندوستان که در این مورد مثلا زحمت های
доктори илмҳои филология профессор замира ғафорӣ ниҳоят бузург аст, корҳои зиёде анҷом дода истоданд ва ман ҳаминҷа мехоҳам як нуктае зикр кунам ки махсусан ашъори Камоли Хучанди дар осори фарҳангӣ, дар луғатномаҳои асрҳои 18-19 махсусан инҷа баҳори аҷам ҳаст, фарҳанги ворас аст. Вақте ки мо мебинем воқеан ҳам таваҷҷӯҳи суханварони ҳинд ба ашъори Камоли Хучанди зиёд. Мо дар бисёр суҳбатҳо бисёре аз мутахассисон дар сари он андеша ҳастанд ки ҳатто намунаҳои масалан сабки ҳиндии мо имрӯз аз ашъори Камоли Хучанди меёбем. Яъне ман фикр мекунам ки дар ҳамин маврид бисёр самтҳои таҳқиқи Камоли Хучанди боз рӯи об баромад. Ман фикр мекунам ки бо масалан ҷашн қайд шудани масалан 700 солагӣ ин анҷом намеёбад, балки ин ҷашн оғози тадқиқотҳои марҳилаи навад. Як нуқтаи дигаре ки ман инҷа мехоҳам, як китоби хубам ба дастрасӣ истодааст ки дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд чоп шуда истодааст. Албатта шумо огаҳ ҳастед, ин заҳмати профессор доктори илмҳои филология матлубе Мирзоюнус ва адабиётшиноси маъруф Субҳони Аъзамзод аст ки шеъри Камол дар Русия ва инҷа силсилаи тарҷумаҳои ашъори Камоли Хучанди ҷой карданд ки ман фикр мекунам ки ин китоб ҳам як бори дигар як шӯҳрати Камоли Хучанди махсусан дар доираи адабиёти Россия ва умуман дар доираи адабиёти худи Осиёи Марказӣ як афзун мекунад, мешиносад. Яъне корҳои зиёде ба анҷом расида истоданд. дар партави суханҳои шумо як нуктаи бисёр аҷибе ман қайд кардани ҳастам. Китоби Камол дар оинаи пажӯҳиш маҳз тавассути заҳматҳои устод номзади илмҳои филология доценти донишгоҳи давлатии Хуҷанд Субҳони Аъзамзод рӯи кор омад ва ҷилди аввали он чи аст? Аз оғози камолшиносӣ то солҳои 60 аст. Китоби аввалаш, китоби дуюм аз солҳои 60 то 90 ва китоби саввум дар ҳаҷми 1500 саҳифа аз ва муҳимтарин таҳқиқоти давраи истиқлолият аст. Ва чунон ки шумо гуфтед, худи Камол ҳам дар замони худаш як ишораи бисёр аҷибам дорад ки олам сухани Камол бигирифт. Имрӯз ҷузи сухан нест ва ба баҳонаи ҷашн устод бори аввал 17 ғазали Камоли Хучанди мо як китоб дар нақша дорем ки нашр намоем, албатта бо дастгирию сарсухани бевоситаи худи раиси вилоят муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода бо номи 17 чаман тарҷумаи 17 ғазали Камоли Хучанди ҳам ба забони олмонӣ ва бори аввал ба забони англисӣ ҳамон 17 ғазал, бори аввал ҳамон 17 ғазал ба забони арабӣ, бори аввал ҳамон 17 ғазал ба забони чинӣ ва ба забони ӯзбекӣ ки тарҷумаҳои навам дорад, ба забони ба хати форсӣ, русӣ албатта ва забони урду. Ба 8 забон нашр мешавад ва бори дигар ҳамон байти Камоли Хучанди ки олам сухани Камол бигирифт, имрӯз воқеан тавассути ҷашни ӯ, тавассути пайкорҳои ҳам муассисаҳои таълимию давлатӣ илмӣ ва ҳам шахсиятҳои алоҳидаи ҷонфидои роҳи адабиёт ва камолшиносӣ дубора таҳаққуқ мепазирад ва дубора ба олами форси забон алами шеъри Камоли Хучанди, парчами шеъри Камоли Хучанди афрохта мешавад ва фикр мекунам ки абадулобод он барафрохта хоҳад буд. Кого зовут Дмитрий, около его знак. Без нее не будет в мире ничего. Много у нее логов, лучше из всех, выборочая душу, взгляда, колдовство. Подстрелил стрелок оленя, но не знала быть, кто ее смертельно рана, кто и для чего. Заплети потуже косы, шепотом спросили. Крикнет ветер и смущая дух твоего. Тронут завиток, я умер, а нами что ж? Ты желанного добился только и всего. Но когда на крах Камола
Sen podrel pajot, celenot vavazornot kavnot dushtanbo. خب دوستان عزیز، امروز در برنامه شکریستان مهمان عزیزی ما ادبیاتشناس و شاعر بهرام جان رحمتزاد بودند و آن کس از پژوهش‌ها، از کارهایی که امروز در مرکز علمی کامولی خوجندی انجام یافته ایستاده است ادامه دارد صحبت کردند. من برای صحبت، برای بسیار مطلب‌ها، اطلاعات واقعا جالبی که اینجا بیان کردید از شما سپاسگزاری میکنم. ولی به هر حال از نام تهیه‌گران برنامه شکریستان از شما بسیار خواهش میکردیم که در برنامه‌های دیگر بازم چون پیشین در مورد تشریح غزل‌های الهیده کامولی خوجندی سهم خودتان را گذاشته باشید. هزار تشکر برای شما دوستان عزیز. امروز برنامه ما واقعا در کشتی نوبنیادی تیمورملیک در روبروی باغ کامولی خوجندی در کنار دریای سیحون صورت گرفت. ما آرزو میکنیم که همین روحیه خوب ایدانه‌ای که بخشیده به 700 سالگی شاعری بزرگ تاجیک کامولی خوجندی همه را فرا گرفته است، خاندان شما را نیز فرا گرفته باشد. تا برنامه‌های دیگر همراه شعر کامولی خوجندی، همراه کتاب کامولی خوجندی باشید. خیر عزیزان، تا برنامه‌های دیگر در شکریستان کامولی خوجندی.